بسم الله الرحمن الرحیم. عن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ترجمه: حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه از پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمود بهترین شما کسی است که قرآن مجید را آموخت و به دیگران نیز بیاموزد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ارشاد می فرماید که از پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم نقل نموده است: کسی که قرآن مجید را خواند سپس آن را حفظ نمود، حلال آن را حلال دانست و حرام آن را حرام دانست، الله جل جلاله او را داخل بهشت می سازد و در فامیل او درباره چنین 10 نفر شفاعت او را قبول می کند که جهنم برای آنها واجب شده باشد. سبحان الله، چه عظیم الشأن است حافظ قرآن را که خودش به بهشت می رود و 10 نفر از فامیل خود را نیز به خود می برد. ولی این حقیقت را نیز باید فراموش نکنیم که این شرافت و عظمت برای حافظ قرآن زمان حاصل می گردد که با وجود مالامال شدن از دولت حفظ قرآن مجید با درست بودن عقاید و خیالات پاک و زیبا نیز آراسته باشد. وگرنه اگر خدای ناخواسته عقاید و خیالات حافظ قرآن درست نشد و اصلاح آن نشد و او عقاید غیر اسلامی را برای خود انتخاب کرد، مثلا انکار از ختم نبوت، گستاخی در از شأن صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین، انکار حدیث و در انواع عقاید بد و شوم دیگر مبتلا شد، در این صورت نه تنها اینکه از چنین فضیلت کلان محروم می باشد، بلکه از خاطر این عقاید زشت و شوم مستحق و حقدار سخت‌ترین آتش جهنم می گردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.